به زیر میکشد و سرت را لب تخت شاهیت میبرد. شاه مبرور مرد، دست گرفتی ما را به تخت نشاندی. یکه کردی، دشمن بیقرار را دست پیچیدی، ما را سلطان برازنده کردی. خوب کردی، جمع امور را به راه کردی، ما را صاحب دولت پاینده کردی. حالا امیر ما مانده ایم و تو. تمامش کن، تمامش کن. کدام شاه تا به حال شریک سلطنت تراشیده که تو میخواهی عریکت را تکیه‌گاه این حلواخور یکگو کنی؟ تمامش کن، اگر نه کار خودت را تمام میکنی. اما امیر، بی وجود تو ما برای خود هیچ معنا نیافته ایم. همه تویی امیر. بی اذن تو ما دخیل هیچ کار نمیشویم. رشته کار و افکار ما همه به دست توست. ببر این رشته شوم را، تمامش کن. اگر خلاف تو حکم کنیم به میل ما راه نمی روی. کلام روی کلام ما می سازی، دست روی دست ما می اندازی. امیر، مگر نه ما سلطانیم؟ مگر نه امور مملکت همه به حکم ماست؟ اگر کلامی بفرماییم جمیع امورات همانطور می شود. بگذار خراب شود، به هم بریزد، زیر و رو بشود، ولی به حکم ما بشود. امیر، اگر ما اراده کنیم مملکت شعله باید بکشد. حکم ماست، میل ما میل سلطانی است. امیر، تو از ما چه میخواهی؟ تو از ما چه میخواهی؟ دست از سینه‌ام بکش امیر، دست از سینه‌ام بکش. برو، از ما دور شو. میرزا آقا، حاجی علی خان. میرزا آقا، بیکار نشسته اید، دست روی دست گذاشته اید که چه می شود؟ به خدا ظلم می کنید. تا قیام به قیامت به سلابه و آتش جهنم گرفتارید. طلسم این مرد را بشکنید. شاه دارد از دست می رود. یه کاری بکنید، چرا بیکار نشسته اید؟ همه کارها را کرده ایم، فقط شاه یک اشاره بفرمایند. فدای قدر عنایت شدم. چرا رنگ پریده ای؟ خیالت چه می کنی؟ انقدر که آدم به خودش زجر بی خود نمی دهد. برای چه کس دارید جانتان را فدا می کنید؟ به خدا برای پدر کسی اینطور نمی کند که شما دارید برای این مرتکه قاتل جانتان می کنید، که آخر هم بیاید بی حرمتی بکند. خدای ناکرده خود شما را هم از میان بردارد. یه حرف بزن میرزا آقا، لال شدی؟ خدای ناکرده. فدای خاک پایت شوم، کار را تمام کنید. هم خودتان را راحت می کنید، هم همه ما را. حاجی علی، حاجی علی، حاجی علی، حاجی علی خان. حاجی علی، نواب چه امری فرمودند؟ بیا بنشین، شاه میخواهد با شما حرف بزند. فرمان همایون. به باغ فین کاشان بروید. قبله عالم. بنویسید. حکم حاضر است. بخوانید، مهر کنید. خواندن ندارد دیگر، قربانت بروم. بیا حاجی علی، بگیر برو. حاجی علی خان،
فرمان همایون. صبر کنید. باز خدا به ما رحم کند. ببینم تو کینه از امیر نظام به دل نداری؟ خیر قبله عالم. این میرزا آقا نهایت پدر سوختگی را بروز داده. الواتش از خودش حرام زاده تر. بیچاره امیر. برو. بیا هاجری، این حکم خون میرزا تقی. چپار بردار با 2 آدم لایق و معتمد. کار را به هر قسط شده تمام کن. این کاغذ حکم یک مملکت را دارد. اگر میرزا تقی برهد مشکل بشود دوباره حکمی از شاه گرفت. بیا زود حرکت کن.